عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی، کز کشیدن سخت تر رابعه گردد خضداری، بانوی شاعر فارسیگوی بلوچ. شهر خضدار در بلوچستان شرقی واقع در کشور پاکستان شهرکی کهن و آباد است که در دره‌ای واقع شده و به دلیل خرما، شاهدود و انگور شیرینش شهرت فراوانی دارد. این شهر در تاریخ کهن خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، به ویژه آن زمانی که مرکز ارتباط نژاد و فرهنگ عرب و بلوچ بود. خضدار با آب و هوای معتدلش همواره متوجه مردم منطقه قرار داشته است. در همین شهر با گذشته‌ای تابناک رابعه خضداری چشم به جهان گشود. برخلاف آنچه در برخی منابع سنتی آمده است، رابعه برخی نبود، بلکه اصالتا بلوچ و اهل منطقه خضدار در بلوچستان بود. او را میتوان نخستین زن شاعر فارسیگو دانست که در سده‌های سوم و چهارم هجری قمری همزمان با رودکی نخستین شاعر بزرگ زبان فارسی میزیست. رابعه شعر فارسی را با بلاغت، استحکام و قدرت میسرود. متاسفانه تسکی‌نویسان قدیم در گردآوری احوال و زندگی این شاعر توانا کم علاقه بودند. برای نمونه فخری ابن امیدی حلبی مؤلف تذکره جواهرالعجایب که به شاعران زن پرداخته نامی از رابعه نبرده است و محمد حسن خان اعتمادالسلطنه نیز در تذکره خیرات حسان خود ذکری از او نیاورده است. محمد اوفی درباره او می‌نویسد: رابعه بنت کعب خضداری، دختر کعب، اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان برتری داشت. این تأکید بر نسبت خضداری توسط اوفی خود گواه محکمی بر بلوچ بودن و اهل خضدار بودن این شاعر است، نه برخی. بنابراین شناسایی رابعه به عنوان یک چهره فرهنگی بلوچ از بلوچستان جایگاه او را در تاریخ ادبیات فارسی و نیز هویت فرهنگی منطقه رابعه تنها دختر کعب فرمانروای بلخ بود. کعب فرمانروای قدرتمندی بود. رابعه هم دختر بسیار زیبارویی بود، به قدری زیبارو و ماهروی بود که آوازه زیباییش از مرزهای بلخ هم فراتر رفته بود. سایر امیران در اقصا نقاط اون منطقه بسیار دوست داشتند که با خاندان کعب وصلت کنند و رابعه وارد خانواده اونها بشه. رابعه علاوه بر زیبایی که داشت بسیار خوش سخن بود و شعر می سرود. اشعار زیبایی رو بر روی کاغذ می آورد و این اشعار رو اکثرا تقدیم به پدرش می کرد. کعب هم دستی در ادبیات و شعر و شاعری داشت. وقتی که اشعار دخترش رو می خوند هوش از سرش می رفت و فهمیده بود دخترش رابعه استعداد عجیبی در ادبیات داره. کعب به دخترش بسیار احترام می ذاشت و اون رو با خودش به مجلس بزرگان می برد و به سایرین هم می گفت هوای دخترش رو داشته باشند. روزگار گذشت و کعب خضداری فرمانروای بلخ فهمید که خورشید زندگیش رو به غروب کردنه. فرزند پسرش حارس رو صدا کرد و به حارس گفت دیر یا زود من از این دنیا میرم و این تخت پادشاهی نصیب تو خواهد شد. اما نصیحت من به تو شاه جوان اینه که هوای خواهرت رابعه رو داشته باشی. رابعه یگانه دختر منه و میراث من بر این جهانه. همونطور که من بهش احترام گذاشتم و اون رو بزرگ شمردم همین شکل باید با خواهرت رفتار کنی. حارس هم پذیرفت. یه مدت کوتاهی که گذشت کعب خضداری از دنیا رفت و حارس پادشاه جدید بلخ شد. حارس به دنبال فرصتی میگشت تا یک مراسم باشکوه به پاس آغاز پادشاهیش برگزار کنه. مدتی در اطراف بلخ گشت تا اینکه به یک سرزمین سرسبز و رویایی رسید. سرزمینی بود بسیار بزرگ و
وسیع، گیاهان زیادی در اون رویده بود، کوههای سر به فلک کشیده اطرافش بود و باد خنک و مطبوعی سراسر اون سرزمین رو فرا گرفته بود. حارس گفت در همین جا جشن پادشاهی خودم رو برگزار میکنم. دستور داد تا تمام چاکران و زیر دستانش به اون منطقه بیان و مراسم پادشاهی رو برگزار کنن. نامه‌ای هم نوشت به سایر بزرگان، امیران و فرمانروایان سرزمین‌های اطراف که برای جشن پادشاهی به اون سرزمین سبز و خرم پا بذارن. روز جشن فرا رسید. خوانندگان و نوازندگان و رقاصان وارد اون فضای سرسبز شدند. برای حارس یک تخت بزرگ پادشاهی ساختند و حارس بر روی تخت نشست و رسما دوران پادشاهی خودش رو آغاز کرد. تو این بزم غلامی زیبارو به نام بکتاش حضور داشت که مشغول پذیرایی بود. طبق نوشته های عطار، بکتاش فرد مورد اطمینان حارس و کلیددار خزانه اون بود و به قدری زیبا بود که تمام زنان و دختران مجلس به اون چشم دوخته بودند. رابعه با دیدن زیبایی بکتاش یک دل نه 100 دل عاشق اون شد و از اون به بعد خواب شب از اون گرفته شد و غمی بزرگ وجودش رو فرا گرفت، چرا که عشق دختر به پسر، مخصوصا دختر فرمانروا به یک غلام، گناه نابخشودنی و ننگ بزرگی برای خانواده بود. اون حتی نمیتونست این درد رو به کسی اظهار کنه. رابعه بعد از 1 سال از شدت رنج و اندوه از پا در اومد و بیمار شد و هیچ طبیبی نتونست بیماری اون رو تشخیص بده. اما رابعه ندیمه ای داشت دلسوز و مهربون و زیرک. این ندیمه تونست با نرمی مشکل اون رو از زیر زبونش بیرون بکشه و از عشق رابعه با خبر بشه. ندیمه از رابعه خواست تا نامه ای برای بکتاش بنویسه تا بلکه این کار حال اون رو بهتر بکنه. رابعه قبول کرد و شعری زیبا برای محبوبش نوشت و یک نقاشی از چهره خودش کشید و کنار نامه به واسطه ندیمه برای بکتاش فرستاد. بکتاش وقتی نامه سرشار از احساس رابعه رو خوند و تصویر اون رو دید، به رابعه دل باخت و عاشقش شد و نامه اون رو با محبت پاسخ داد. بعد از این جواب، رابعه که متوجه عشق بکتاش به خودش شده بود، حالش بهتر شد و هر روز غزل‌های زیبا می سرود و برای دلبر می فرستاد. بکتاش هم بعد از خوندن هر شعر عاشق‌تر و دلداده‌تر می شد. به این ترتیب مدت‌ها گذشت و بکتاش نامه‌های معشوق رو که سراپا از سوز درون حکایت می‌کرد رو مثل گنجی گرانبها تو صندوقی قرار میداد و نگه می‌داشت. روزی بکتاش رابعه رو تو محلی دید و شناخت و همون دم دست به دامن رابعه شد. اما به جای اون که از دلبر نرمی و دلدادگی ببینه، با خشونت و سردی روبرو شد. رابعه چون میدونست فاش شدن رازشون باعث مرگ هر دوشون میشه، با سختی اون رو از خودش روند و پاسخی جز ملامت به اون نداد و حتی این کار هم آتیش عشق رو تو دل بکتاش نیشابوری تو حکایت 21 کتاب الهی نامه خودش بیشتر از 400 بیت در مورد رابعه شعر سروده که بیشتر اطلاعات ما از رابعه از همین گفته های عطار نیشابوری. نقاشی درباره رابعه بلخی گفته شده که او تیراندازی خوب میدانست و سوارکار خیلی خوبی بود. آدم فکر میکنه با یه شخصیت افسانه‌ای و رویایی سر و کار داره. یک دختر جوان زیبا که شعر میگه، نقاشی میکشه، سوارکاری میکنه و تیراندازی میدونه و جذابه به هر صورت. یک بانوی ایرانی در واقع. روزی رابعه با رودکی شاعر برخورد کرد و رودکی از رابعه خواست که اشعارش رو برابر رودکی بخونه. رابعه هم شروع به خوندن اشعار کرد و اشعار بسیار زیبایی بود و بر دل رودکی نشست. رودکی داستان این اشعار رو از رابعه پرسید. رابعه هم ناخواسته داستان عشقش به بکتاش رو تعریف کرد و گفت که همه این اشعار از سر سوز داره میاد، سوز فراق دو عاشق. این اشعار بسیار بر رودکی تأثیر گذاشت. خیلی از این اشعار رو نوشت و بر رابعه از طبع لطیف و مهارت دختر تو سرودن شعر حیرت زده میشه و همچنین از راز عشق اون به بکتاش هم سر در میاره. بعد از این مشاعره و گفتگو، رودکی به مسیر خودش ادامه میده و به بخارا میره و از قضا حارس هم برای سپاسگزاری از شاه سامانی
برای کمک بهش تو جنگ همون زمان تو دربار شاه حضور داشت. تو بخارا جشن شاهانه‌ای به پا شده بود و بزرگان و شاعران همه جمع بودن. میون این جشن شاه از رودکی درخواست شعری میکنه. رودکی هم بلند میشه و چون شعرهای دختر رو به یاد داشت برای شاه و بزرگان شعرهایی از رابعه رو میخونه. مجلس به شدت گرم شد و شاه چنان مجذوب این شعرها شد که نام سراینده شعر رو از رودکی پرسید. رودکی هم که مست می و گرم شعر و بیخبر از وجود حارس بود زبون باز کرد و داستان رو همون طوری که بود بی پرده برای شاه اینطور گفت: شعر از دختر کعب قزداری است که مرغ دلش در دام غلامی اسیر گشته است، چنان که نه خوردن می‌داند و نه خفتن و جز شعر گفتن و غزل سرودن و نهانی برای معشوق نام فرستادن کاری ندارد و راز شعر سوزانش جز این نیست. حارس داستان را شنید و از آبروی رفته خاندانش خشمگین شد، اما خودش را به مستی زد. وقتی به بلخ برگشت بعد از پیدا کردن صندوقی حاوی اشعار رابعه تو اتاق بکتاش، به خیال ارتباط نامشروع اونها خشم تمام وجودش رو چنان فرا گرفت که فرمان داد تا تمام نامه‌ها و شعرهای رابعه سوزونده بشن و بعد بکتاش رو توی چاه گنداب زندانی کردند و در نهایت رابعه رو به حمامی بردند و رگ‌های دست اون رو بریدند و در حمام رو با گچ و آجر محکم بستند تا رابعه آروم آروم بمیره و کسی هم نتونه به فریادش برسه. عشق بکتاش در حال مرگ هم رابعه رو رها نکرد و تو همون حال انگشت تو خون خودش فرو می برد و غزلهای پرسوز روی دیوار حمام می پیام من به دلبر بر، الا ای باد شبگیری پیام من به دلبر بر، بگو آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر. به قهر از من فگندی دل به یک دیدار محرویا، چنان چون حیدر کرار در آن حسن خیبر بر. تو چون ماهی و من ماهی همی سوزم به تابت بر، غم عشقت نبس باشد جفا از این پارک تو شهر تاریخی بلخ محل تجمع عاشقانه، درست دور این مزار. اینجا محل دفن رابعه بلخیه، مادر شعر پارسی، کسی که داستان زندگی و مرگش یکی از به یاد موندنی ترین داستان‌های عاشقانه. قشنگه. من به نام رابعه میشناسمش. هر جا که این شعر رو میخونم الجا میدم به رابعه بلخی. غزل قشنگیه. ز بس گل که در باغ مأوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. یه توضیح بدم. مانا اینجا منظور مانی هست که پیغمبر نقاش بود، در اون دوره مرسوم بوده، بعداً هم کم و بیش بوده که اصطلاحاً میگن ممال، یعنی مصوت بلند آ او ای در کلمه تغییر میکرده. عموماً آ رو به ای یا برعکس تبدیل میکردن. مثلا رودکی داره که مثلا رکیب رو به جای رکاب استفاده کرده، خزیب رو به جای خزاب به معنی حنا. مرسوم بوده در اون دوره. حالا اینجا مانا تلفظی است، ممالی است برای مانی، منظور همون پیغمبر هست. ز بس گل که در باغ مأوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. ارژنگ کتاب نقاشی مانی است. صبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چه معنا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. به می ماند اندر عقیقین قدح، سرشکی که در لاله مأوا گرفت. قدح گیر چندی و دنیا مگیر، که بدبخت شد آن که دنیا گرفت. سر نرگس تازه از زر و سیم، نشان سر تاج کسرا گرفت. چو رهبان شدن در لباس کبود، بنفشه مگر دین ترسا گرفت. توصیفات قشنگی از طبیعت گل نرگس، گلبرگ‌هاش و اون گردی وسطش گلبرگ‌های ریز داره، گلبرگ‌های زرد، وسط سفید، انگار تاجی است که از طلا و نقره درست شده. گفت چی؟ سر نرگس تازه از زر و سیم، نشان سر تاج کسرا گرفت.